سلام و وقت بخیر به برنامه آوند خوش آمدید. در برنامه امشب آوند به بررسی این موضوع میپردازیم که دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمدزی با دو دیدگاه متضاد در حکومت آینده تحت عنوان وحدت ملی چگونه کار خواهد کرد. مهمانانی که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث شرکت کردند آقای حشمت غنی احمدزی کارشناس مسائل سیاسی، آقای دکتر محمدالله افضلی استاد دانشگاه و آقای جاوید کوهستانی کارشناس سیاسی و نظامی با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدید. آقای احمدزی، مطمئن هستین که حالا برنامه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آینده به عنوان یک برنامه واحد عملی شود؟ اجازه بدین پس که من ایره از چند برد تشریح کنم و خواهش میکنم تا که کلش تشریح نکردیم نکنیم، چرا در غیر از صورت بسیار خوشبینیش آقای کوهستانی گفت من زیادتر سر نقطه منفیش میچرخم. واقعیت بینانیش مهمتر است. اول این انتخابات قومی است مطلقا، اساساتش واقع بینانه وجود داره. دکتر سیب عبدالله را تیمش به نام تیم تاجک مطرح کرد، خود اشرف غنی به یک تیم پشتون مطرح کرد، خود که به یک دوتا از اقلیت های دیگر هم نسبی داشتن برای خود و او در هر دو طرف بود. گرفتن امتیازات از هر دو طرفش مانع برگشت افغانستان پس به حساب قومیت است. پشتون افغانستان سابقه از این داشت که در سر حکومتش یک نفر بود دمو خوش بود که برش رسیده. امدفعه نه اشرف غنی واقعی بینانه از کل پشتونا نمایندگی میکنه، دکتر سیب عبدالله خیلی غم دگام داره، چرا 5 سال آخر خود پشتون هم ساخته. پس رهبریتش تقاط تاجکا هم زیر سوال است و ای فردا بروز میکنه، بسیار زود سر تقسیم قدرت بروز میکنه. اینجا مسئله تقسیم قدرت اگه به حساب قومی مطرح میشه که بیس اساس کرده، خود دکتر سیب عبدالله هم به یک جنجال دیگه گرفتار میشه. مسئله دومش است که شما اقلیت‌های افغانستان شکستای تنظیمی مبدل شده بود به نسبی به اعضاب خردرکلان، غیر حزبی که پیش جنرال دوستم است نسبی مردم بازم خو یک حلقه ازبک مطلق همراهش نبود. آهسته آهسته جوان افغانستان میرفت طرف حداقل شهریش طرف یک مدرن شدن چی. این برگشت پس به دروازه قومیت است. خطرناکی از این اردوی از اینا باید حس کنه. نه ایش نمایندگی از تاجک افغانستان میکنه، دیگهش که برادر من باشه نمایندگی از پشتون افغانستان نمیکنه. اگه اینا اما بیس اصلی خودم در ظرف هفته دیگه قانع کردن دارن و پشت دروازه بیان باز فیصله کنن که کری به یا کسی دیگه بیه، دیگه حیثیت خود اینا به حساب چوب کردن جنگ در افغانستان مطلق از دست میتن. مشکل افغانستان اردو گروپ نیست. مشکل افغانستان افغان داخل افغانستان نیست. دولت فعلی مشکل افغانستان جنگ روزیش است، مشکلش طالب است، مشکلش حزب اسلامی است، مشکلش گروپایی است که ناراضی هستند و او عوض از این که تقسیم قدرت بخواه یک منطق عملی در این حالت میخواه که بتانه دنیا را قانع کنه. این یک ستپ اولی شده میتونه. منم اساسیت اردوش درک نکرده. شما بیرون کوچه کابل براین امروز کیله فروش دارم، کیله فروختن نمیتونه. 45 روز دیگه اینا این رقمی بازی کنن، مثل که در انتخابات به جنگ انداختن دوتا قوم هم پس از اینا حقات بگیره و این حق از بالا شروع میشه تا پایان میرسه. باور کنین آیندهش هم این رقمی. اگه مدیر آمد وزور یک پشتون آمد او را پشتون از یخن میگیره این دفعه که این حق ماست که تو اینجا ششتی. این حالت نیست که تنها دوتای از این بتانه کرده پشت میزا کنترل کنه و دور پیش اردوش هم بدبختانه سر یکیش دوستم است مطابال همه تو جمله دیگهش دارم. هر دور پیش اردوش 4 تا دوست است که سر فقط منافع شخصی خود میسنجه، نه سر منافع مملکت. این دوتا اگه به می منوال روان باشه که هر دفعه باید وزیر خارجه امریکا یا کدام بادار دیگه به اینا را هدایت بده، این
ملک تا 45 روز دیگه وضعیتش به کلی به یک دگرگونی میرسه. ما نه تنها در ولایات افغانستان امروز به حساب قومی تقسیم شدیم، بلکه به کابل هم تقسیم شدیم. امروز خیرخانه رو ببینین اکثریت غرب کابل ببینین هزاره شده، او طرف شاشعی پشتون شده. یک گوگرد عادی این مملکت به یک جنجال میکشنه که باز نه این دوتا جمع کردهش میتونه و نه دنیا جمع کردهش میتونه. اینی بدبینیایش است. خوشبینیش واقع بینانه سر عزیز چیزی را که آقای زنی همیشه اگر اردوش جرأت عملی از این داشته باشه که سگای را که دور و پیش خود دارن گم کنن. این ما گمان نمی کنم اردوش بتانه کرده در این حالت افغانستان. منافع دیگر است که امروز اردوی از اینا را سر میز دیگه کس میکشه، نه منافع خودشان نه منافع مملکت. این جرأت اردوش باید به حیث سیاستمدار یک ملک. اگه کرزی صاحب سر ازی که من دادم کسی است که رفتار است، منم کرزی صاحب که اردوش بسیار مقبول بازی کرده. در تیم اردوش نفر آقای کرزی است و سبا یادتان هم باشه زیادترین بهره سیاسی را در آینده افغانستان آقای کرزی میبرد این حالت و حتی نامنیکی هم در این حساب آقای کرزی خواد برد پیش ملت افغانستان نیدودا. پس اگه این واقعیت ها را اینا درک نکرده باشن، اساسش نداشته باشن و ازی نداشته باشن که ما پیش ازی کم میایم یا پیش ازی که سبا پیش ملتت کم میایی، بهتر است که پیش یکی دیگه کم بیایی. باز به حیث یک افغان گذشت داره. به این پروتکلایی که دوتا ایجاد کرده این افغانستان میره به یک طرف دیگه و کسایی را که روبروی یکی دیگه میشناسن نه بیس قومی دارن اونا بدبختانه. کاش که امور هم میداشت که از اون منافع قوم نه بیس ملی دارن در این مملکت. اونا فقط منتظر عزیزتن که کدام روزی زود فیصله میشه که کدام چوکی به ما میرسه، نه اینکه اساسات خودشان باید ظرفیت ازیر پیدا کنن. در غیر از اون برن از ما امریکا پس مراجعه کنن یک بن دیگه بسازن دیگه که باز تقسیم میکنن. آقای احمدزی، دید شما این بود که در کوتاه مدت خوشبینی وجود داره، اما در آینده اطرافیان اینها بین خود جور نخواهد آمد و دو نامزد به بنبست مواجه خواهد از کرد. امروز نمیه. ببینید ما براتون مثال میتونم. اینو باور کنین ما در زندگی مقدر حوصله نکردیم که ما در چند ماه حوصله کردیم. آقای کوهستانی شاهدش خواهد باشه. جوان مرا یکیش لط میکنه، یکیش میزنه، یکیش کارت میزنه. والله بالله که مسئله انتخابات نمی بود نه، اگر زن از اینا را از خانهشان نمی بردم هر چی که میگی بگو. مذاق برات نمیکنم. چرا او جوان ما تربیت کردیم، نه اشرف غنی. او جوان قومی است، مثل که سر اولاد خودم درد میکنه اونم رقمی درد میکنه. من منافع ملی بوده که دانم بسته کردیم. این 4 تا سگ از او یاد میته، 4 تا سگ از او یاد میته. این فکر نمیکنن که سبا اردو جوان در این مملکت در یک کوچه باید باشه، در یک مسجد باید بره، در یک فاکولته باید درس بخونه. این آسان نیست. مثل ما یک آدم که کل زندگی خود سر عزیز زده باشه که دفاع از حق کرده باشه. من از انتخابات تا چیز اینا و از دان من نخواد شنیده باشم که من کدام تایزیر کدام تحقیر یا چی کردم. من همین سخت است که هر روز پیش ما مادر کسی میاد که بچهش سر انتخابات چاقو میخوره، بچهش بینیش پیش روی 4 تا تعلیم یافته کس میشکنانه. این فکر نکنین این آسان کار نیست که چی کردم. آخر بازی کی میکنه؟ باز پاس دو تاش به خاطر کری میشنه یک جای. تشکر. کار ساده نیست.